بعد استاد سیم سبول ما همین مسجد میریم همین نماز جمعه یکم اتاج زای مردم هستن دیگه اتاج زنها وقتی بر اومدن شخصا همین جمعه ده ما رو برو شدیم هم خاطر همین زنها یا در ترابه در افطارو خاطر همین زنها رو برو میشیم پیش میبروین یگون دسترخوان میپرتوان در مسجد مثلا ما در شهر روسیه هستیم همین مسجد بعد چخل میشه استاد رویم یا کی چخل یعنی نه روید رو برو خاطر زنها میشیم یگون چیز نیست. اصلا پیشتر در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم زنها و مردها در یک مسجد نماز میخوندند. دری زنها و آشیانه زنها جدا نبود. بنابراین پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه بدترین صف زنها اولین آنها و بهترین صف زنها آخرین صف آنها و بدترین صف مردها آخرین صف آنها و بهترین صف مردها اولین صف. برای اینکه وقتی که صفی پیش میرد از زنها دور است مرد. اگر در صف آخرین خواند صفی من بعده اگر کودکا باشن کودکا اگر کودکا نباشن الکی زنها هست یعنی که آوازشون میشنوید به هر حال فکری انسان پریشان میشد و خودش زینت میده برای زنها چون که در پوشش زنها هست او رو میبینن طبیعتی آدم ها هست. بنابراین بهترین صف گفتن. لیکن در زمان ما مسجدها درهاش علاهیده هست، دری زنها علاهیده، دری مردها علاهیده یا آشیانه هاش علاهیده. آواز نبرارید، میکروفونتون کشید. یعنی در زمان ما خیلی خوب است و در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم میگفتن که کمتر منتظر شید تا زنها اول برآمده روند. مردها رو میگفتن که بعد نماز تمام شدن یک و بار برآمده نروید تا اینکه زنها اول برآمده روند. و حال آنکه زنها حجاب داشتن همه جاشون محکم بود لیکن با وجود همین آداب ها را رعایت میکردن. بنابراین آدمی که مسجد میسازد حالی پیش از آن که این چیزها رو به نظر گیرد یا حتی مسجدی مثلا تیار خریده باشدم، مثلا من در اروپا بسیار سرکوف ها رو خریده مسجد کردن یا خانه ها رو میخرن مسجد میکنن. همین روز اولی که خرید باید امام یک آدمی امام فقط همین نماز و طهارت و همین چیزایی نمیدونه. امام باید همه جهت علم داشته باشد. ارکیتکتوری مسجد اقلا باید داند دری زنها، طهارت خانه زنها، دروازه زنها، این چیزا رو باید رعایت کند. دری جنازه یا مسجدی کلان بار در آمدیم نماز خوندیم یک مسجدی کلان تقریبا برای 3000 آدم جای کرده یک دروازه مانده است، یک دری دو طبقه دری مسجد به یک مسجدی که قریب 3-4 هزار آدم میگنجد یک در مانده است. بعد این نماز جمعه تمام مردم به همین در تنبه. خیلی جاها باید از روی ساختمان هم نادرست است، اون پشر نویخته است. باید در طرف قبله در پهلوهای مسجد در طرف درآمدگاه مسجد درهای کلان باید باشد تا که برای مردم زحمه نشود، مشکل نشود. در علل خصوص جماعت های کلان که هست یا زینه پایه ها را همون مسجدی که آزی گفتم همون زینه پایه هم با همین قدر کردین که فقط همون در پیشی در ماندیم. یعنی بسیار خطا هست این کارا. بله مسجد کلان کردین خوشرو کردین لیکن این کاراش خطا هست. انسان باید همه جهت علم داشته باشد. اینچنین دری مسجدی دری زنهای باید علاهیده کند که با مردها وا نخورد. این چیزهای باید رعایت کند. اگر افتا همین چیز نباشه در مسجد دری علاهیده مانده هیچ مشکلی نداره. در یک کنج مسجد برای زنها با تخته هم امروز میشه دیوال سبوک ساخته یا پرده باشه بعد درش هم علاهیده کرده شود دری زنها. دری مردها از این طرف دری زنها از مقابل یا از یک طرفی دیگر تا اینکه همین چیزایی که شما گفتید پیدا نشه. امام ها باید اینکه آدمی یک کوتاه فکری کم چی نباشه، باید یک آدمی جهان دیده و آدمی دانا باشه. این چیزایی باید رعایت کنه. بله